سلام بچه، چطورید؟ خوش اومدید به چنل امیر فکتور. امشب اومدیم با یه ویدیو بمب. چه ویدیویی؟ بازی ترسناک شخمی با امیر فکتور. خب برعکس ویدیو از این قراره که یه بازی ترسناک خفن بازی کنیم و کلی بشاشیم تو خودمون و آدرنالین خودمون تو آسمون بره بالا. پس قبل هر چیز لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره. بزن بریم سر وقت ویدیو بدون معطلی. خب بچه‌ها، این از بازیه. اسم بازی اینه. اینم منوش دیگه عزیزم. آره اینم آهنگش. بریم سر وقت بازی. اینجا کجاست؟ من کجام؟ لا 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 لا. چه خبر اینجا؟ ای بزنه. ای زدیم. برای بچه‌هایی که سیستم ندارن، دوست دارن این بازی ترسناک گوشی معرفی کنم یا ویدیو بزنم، کامنت حتما بنویسید. چی اسمش؟ من نمیدونم بخونم. خب وارد بازی شدیم. یا موسی بن جعفر. اوه چه گرافیکش به حال خدایی. من باید چیکار کنم؟ چراغ نداره این؟ چراغی هیچی؟ گوز مرز هیچ نداری؟ من میشه پشما. خب ایشیه یه بری میری؟ چطور میشی؟ هد میزنی؟ دو بیا 1 2 خب هیچ کار دیگه به نظر بلد نیست بکنه. بریم بریم بالا. چه خبره؟ این چیه؟ سرف چی؟ سرف چیه؟ چراغ روشن شد. هورا. نمیشه تکونش داد. تکون نبده. تکون بده. خب میشه. درو واکن. درو واکن. من اصلا ندارم. درو واکن. ببین درو واکن. اصلا درو واکن. خب ولش کن. خب بریم. ببین یارو کسی پر جرم به قرآن فوش میدن. چرا خاموش شد؟ روشن شد. آقا یعنی چی همه درا قفل؟ خب بذار بریم داخل بازی دیگه. مسخره بازی. باز شد. کلید ایشی چی بودین؟ کلید دارم من بینا مستر بکن. یا ابوالفضل، یا موسی بن جعفر، یا عصای بی موسی، یا جباغ بی صادق. چی؟ یا کسی نیاد برام. ببین من عصب ندارم. من ریدم. شد در باز شد. در که بسته بود. نه در بسته است هنوز. پوکید اینجا. چطور شد؟ بچه ها بازی ترسناک نکنید. میرینی تو خودتون. ببین به قرآن کسی به جلوم من فوش میدم. باز کن بابا. در باز کن دیگه. چه بازی مسخره یه همه چی قفله که اینجا. این چیه؟ اینا چی هن؟ منفجر میشه آخرش تو مغزمون. سیگار. بچه ها سیگار نکشین ها. سیگار برای سلامتیت خوب نیست. خب باز کن. میخوام برم بیرون. درم باز نمیکنه با قرآن. چراغ روشن کن. اینجا تاریکه یا جنی منیمه برامون. این چیه؟ نمیشه اینو برداریم برای خودمون. پشمام. شم بود بچه ها. سیگار نبود. خب الان چراغ روشن. جن نمیتونه بیاد. پشمام. شم. خب این چیه؟ جون چی دختری؟ کتاب خونم هست. بنازم. این کیه؟ داشمی به مولا. عباس جاسم عبود. خب بدش کن. غلام محمد یا ابوالفضل عباس. دیوس اینا چی هن تو خونه هست؟ شب خوابت نمیبینی؟ هشما. کلید باز کن. ببین بشکنشون بابا. چقدر بی ارزه‌ای به قرآن. بچه ها یه چیز بازی ترسناک خیلی بدم میاد. نمیتونی بدوی بابا. یعنی چی نمیتونی بدوی؟ بازی ترسناک اصلا تو بدوی فرار کنی. یارو میاد دنبالت بخوای فرار کنی. خب من کلید دارم. من در باز کنی برام. یعنی چی؟ من کلید دارم. در برام باز کن. ببین به مولا که ببین فوشت میدم. نزدیک نیا. تفنگی ندارم بزنمش.
منو نبین. من فرار میکنم. آره من اصلا تو رو ندیدم. تو هم من ندیدی. خداحافظ. در باز کن میناموس. در باز کن. هی پایین نمیای به قرآن فوشید میدم. پایین نمیای. من چیکار کنم الان؟ خدایا من میترسم برم بالا. ببین سیسش. ببین من امیر فاکتور از این چیزا نمیترسه. فکر کردی چی؟ میگه من تو الان میترسم. به جلو یا ابوالفضل یا حسین. گو خوردم قرآن گو خوردم. وای ریدم پس کلت. یا حضرت عباس. چی شد؟ ببین چی در میزنی؟ چی گو میخوری؟ من اعصاب ندارم. ببین در ببند. حوصله ندارم. این قفله که چه نشستم اصلا. وایسادم الان وایسادم. آقا در نزن بیناموس. چی در میزنی؟ ببین من اعصاب ندارم. در باز نمیکنم برات. همینجا قایم میشیم. کمپ میکنیم. اگه ما با شاتگان میگیریم روش. بابا چی میگی؟ بیا در باز کنم. چی گم میخوری؟ چی میگی؟ من اعصاب ندارم. در نزن. فهمیدی؟ باجی این بازی خیلی بدجوره. در پایین میزنن؟ در کجا رو میزنن؟ در اینجا رو میزنن؟ اینجا قفله همش. در پایین میزنن یعنی؟ یا ابوالفضل عباس. یا حضرت عباس. میبینینش بچه‌ها؟ اینا آشش دیوس. قیافه‌شو نگاه کن. من در برای تو باز نکنم. من دیوونم در باز کنم. برو گورت بکن. بچه یعنی باید بازش کنیم؟ من میترسم. من ریدم توی بازی. یا ابوالفضل تو چرا گنده ای؟ آدمه بچه ها. فکر کردم هیولاست. پشما. How are you؟ مرسی ممنونم. What do you do؟ چی؟ انگشت برو باز کن. بیا تو. من کاری ندارم. نامه خونی. بچه من واقعا دوست ندارم باقیشو بازی کنم. خب Welcome now I have. من نخونم بیشتر تره. آبرون میره بچه. خب چیه این؟ باشه داداش باشه. بچه من واقعا دوست ندارم باقیشو بازی کنم. به معنای واقعی ریدم تو خودم. قفله که این چی تو هست؟ چی میتونه باشه؟ بچه از قدیم گفتن امیر فاکتورا نترسن. فاکتور فنا نترسن. ببین به قرآن پشتم چیزی در بیاد فوش میکشم بهت. خب من رو باید چیکار کنم؟ کد باید بخوام رو تخت. باید بخوام. من حوصله ندارم. ببین من ملت به بازی ترسناک نیاز ندارن. چه صدا بادی هم میاد. اینا از اینا نو زرمار. خواهم میشتیم بازی کنیم. یعنی چی؟ باز کن. کمود باز کن. کمود. چراغ بچه. چراغ. این چیه؟ رادیو.
بابا مگه مرض داری نصف شبیه الان جن اومد باید با تو آهنگ ترسناک هم میخوای بذاری؟ نو بگه نو نو. آره بنازم اینجا روشن کن جن نیاد. اینا چی هن؟ این چیه تو اتاقت؟ مگه مریضی؟ مگه مرض داری؟ خب در میبندیم ما میخوایم بخوابیم. مزاحممونش ناموسن. شارژر نداری گوشمون بودیم پیشاش؟ نو برای چی؟ نو زهر ما تو شکمت. چیزی اینجا نداری بدوزیم؟ این چیه؟ بزنیمش تو این. نو چیه؟ چیز دیگه نداری بدوزیم؟ یعنی چی؟ آقا من نمیخوام برم پایین. پایینش انه ترسناکه. صدای سگ میاد، گراز میاد. اینجا روشن شد. خب خوب است. های کسی اینجا نمیاد. به مولا کسی بیاد جلوم فوش میدم. بابا باز کن دیگه ایده رو. یعنی چی؟ من حساب نرم. آقا توی چی نوشته بود؟ دوباره بخونیمش. Welcome Gnome. I hope you enjoy your stay in your new home. As you might have. من نمیفهمم. من انگلیسیم ریده آجی. خب باشه گاه خواهیم برا. کلید داده بمون. من نیدم کلیدو. کلید اینجاست؟ نه اینجا کلید اینجا نیست. بریم بالا. این چی الان با قیافش دماغ مثلثی؟ این چرا باید تو خونه من باشه؟ من شاشیم تو خونه که تو مداخلش. پشمام باز شد. بچه ها آماده جن باشید. بچه ها یه جن پدستگی میاد. های میشه. خب نترس امیر فاکتور نمیترسه. سر مار تو شکمت مرض گفت بیشرف. تو ساکت باش. من ریدم تو درای خونه. عدیه روغن کاری بکن بی ناموس. خب ببین به مولا چیزی بپره جلوم فوش میدم. فوش نمیدم. نمیای جلوم. اینجا کجاست؟ پشمام. اومدیم این ور خونه بچه ها. این چیه؟ نمیدونم چیه. روشن کن. بنازم. روشن شد. بنازم. آهنگ. این رادیوها. نوار رادیو. این چیه؟ معجون زیبایی. دیگه گوزم توش نیست. در قفل چرا؟ این چیه؟ بابا بدم بشکنش دیگه. چی همه چه قفل مرض گرفته. اعصاب نریم گفته باشم. روشن شد. من تاریکی میترسم. خب بابا چتونه ناموسن. تا روشن شد. بنازم روشنایی خار مادر. دیگه جن گام خوره بیاد اصلا اینجا. اینم خب قفله. زحمت کشید. بپر آموسن. یعنی چی؟ تو اینقدر بیورزایی نمیتونی اینجا بپری؟ عجبی که کردی ما. هم روشن شو. خاموش شو. حالا جنه میاد من پوفیوز چه مرگته. خب کورمودا چیزی نمیشه پیدا کرد. این بر دوزی موزی. چیزی الان اومد. پشمام زر بسته شوینم. قفله. های مرض. بچه یعنی به تو پیشتر میکنم همیشه با هدفون ببینید بازی کنید. بابا یکی دوباره چی میخواینه جون من؟ این دیگه بچه این دیگه جنه.
ای دیگه جنه. جون چه دافی. من اومدم عشقم، اومدم تو فقط در بزن. اومدم جون عزیزم، جون بنازم. بیا تو بابا. نامه چیه؟ بیا تو. رفت. کجا رفتی بابا؟ بیا ما داشت چای دم کنیم، تازه اومدیم. عجب آدمیه. خب بیا چی چیکار کنیم؟ این های نوام. خب حالا چی؟ My name is Romina. In my life I don't lot of مرض. خب حالا هر چی که هستی اوکی بنازم. میخوای قرار بذاری همدیگر ببینیم و حالا من پایم. کلید میریدی چیزی ننداختی پایین؟ چرا؟ کلید انداخته. بنازم کلید. بابا مرض بیناموس تو اینجا چی کار میکنی؟ تو چی میخوایی؟ مرض بیناموس ریدم تو خودم. آی من آخر سکته میکنم از دسته بازی ترسناکا. دیگه من سکته نکردم. وای بچه ها، من مشکل قلبی پیدا کردم. وای بچه مرگه تمامتون قفلین. خب وای ای داده بیداد. حاجی اینو نگاه کن بچه ها. من دیگه واقعا نمیتونم دیگه باقیشو بازی کنم. قلبم گرفت. باقیشو میزنیم برای پارت دوم، ویدیو بعدیش. آره واقعا دیگه نمیتونم. خیلی ترسیدم، یعنی بازیش واقعا ترسناکه. خب گایز اینم از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومد. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. و اگه دوست دارین که قیافه لاشخوری این یارو به فاک ازم بره، ویدیو رو لایک کنید، نظرتون داخل کامنت ها بنویسید و بازی ترسناکی که داخل میشناسید یا خیلی خفنه رو داخل کامنت ها بنویسید که بازی کنم، ویدیو بگیرم، بترسم مثل سگ و همین دیگه. آره خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون و خوبتون باشین. بای بای.